میشه نه میشه. چنان انسان قد خود بگه تو روزی یک زیارتی عاشورا قد 100 لعن و 100 سلام شه میتونی بخوانی؟ میخوانی؟ نه جگه نمیشه، وقت پوره اصلا میخوای ما نه که نخوای اما نمیتونم. نه عزیز من نمیخوایی، بخوایی منی، بخوایی میتونی. همون شد رفت. تو مشکل تو فعلا نمیه که درو قبول نمیخوایی کنی که تو نمیخوای. تو بیا اولا بیماری رو قبول کنو، اول بیا می بیماری رو قبول کنو که تو نمیخوایی. از اون بعد بس اگر بگی که ما نماز شب میخوایم بخوانم، اگر ما بخوایم نماز شب را بخوایم چه کار کنم، از اون بعد یک راه حلی برایش پیدا مونی. اما تو فعلا بیا قبول کنو که تو نمیخوایی، تا از اون بعد بریم دنبال راه حل شی. تو اولی قبولش نکردی که تو نمیخوایی. مشکل است تو میه، مشکل میه. غمگین ترین روزی عمر از ما شما کدامه؟ مثلا سوچ کن غمگین ترین روز شما مثلا خدای نکرده کدام روز؟ کدام روزی که یکو کس بابیش فوت نمیدونم کی، یکو کس عمر دیگه. خوشحال ترین روز یک انسان کیه؟ مثلا یکو روزی که عروسیش موشه نمیدونم، لاتریش میلگه، داخل نمیدونم بوندی 8 کروڑ روپیش میلگه، نمیدونم کدام روز خوشحال ترین روز شما؟ زلزله مایه، طوفان مایه، نمیدونم سرخ برف مبارز آسمان، سنگ مبارز، مینای دیگه مشکلات و خوشیای روزهای تلخ و شیرین زندگی از ما مینای دیگه نه. اما در تمام یمزی روزهای تلخ و شیرین انسان نان چشت انسان ایل بولب نموشه، شور نمخوره، نان چشت در تیمش خورده موشه. بنده خدا مورا بابا را مو تیم دفن مونه که قد نان شاوش تکراو نداشته باشه. بنده خدا زلزله مات، بابی تو فوت کرد، مادر تو فوت کرد، عروسی تو بود، هر کار شد من نانی چشت در تیمشی بود. چرا ویگو کار اتفاقی برای؟ چرا نانی چشت فراموش نموشه؟ چرا نانی شوق فراموش نموشه؟ چرا؟ چون میخوایی شیره، چون قلب میخواه، چون شوق داره، چون تمایل داره، نیاز داره، همزو خاطر. اما دیگه چیزا فراموش میشه. زیارت عاشورا روزانه قد 100 لعن و 100 سلام جی نموشه. او فراموش میشه، او خوانده نمیشه. نه جگه امکان نداره یک زیارت عاشورا قد روزانه قد 100 لعن و 100 سلام بگه، این امکان نداره، او نمیشه. بله او نمیشه، او نمیشه. اما نانی چشت هیچ وقت فراموش نمیشه. خدا کنه از آسمان سنگ بباره. چرا ویش موشه ویش نمیشه؟ چون ویش رو میخوایم ویش رو نمیخوایم. تمام شد. قصه اینه. یک استادی داشتیم، موگه یک روز عهد کردم که دیگه امو وقتای فالتو و وقتایی که دمانی زندگی مستمونه ضایع نکنم. امو وقتایی که خیلی انسان خیال مونه در نظر انسان نمایه، نیم منیت اونجی، 30 سکند اونجی، 1 منیت اونجی، 2 منیت اونجی، 20 سکند اونجی. موگه یک دفعه گفتم بیا عهد کنم که می وقتا را نیلم ضایع شد. چه کار کردم؟ موگه دمانیم زی وقتا شروع کردم زیارت عاشورا خواندن. موگه صبح از خانه خو بدر مشم، حالا یک وقتی که ما زیارت عاشورا مو یک وقتی باشه که ما فضایل زیارت عاشورا خواندن را برای شما بگم که واقعا از بعد یک شوق پیدا شونه، تا از بعد انسان روزانه بتونه قد 100 لعن و 100 سلام شد بخونه. چی برکت هایی که نداره زیارت عاشورا و ما خود خور محروم کردیم. اول چه خود خور واقعا محروم کردیم خودمون خور از این چیزا. و زود تمشیشتیم میگیم چرا رحمت های خدا برایمون نازل نمیشه. و دانه دروازه رحمت خدایت نرفتیم تا خدا رحمت ها رو نازل کنه. موگه ما میگرفتم بعد از نماز صبح زیارت عاشورا که میخواندم اول 100 لعن شمایه. موگه مو 100 لعنش که میمات موگه بدر میشدم طرف کار و زندگی خوب. باز یعنی میتر مثلا فرض کو برای تاکسی ششتم از اینجا تا دفتر میخوایم برم، تا کالج میخوایم برم، تا مدرسه میخوایم برم، نمیدونم 2 منت وقت دارم، 3 منت وقت دارم، 5 منت وقت دارم، دمتی 3 4 5 منت هر چی کس که میتونستم دیجیتال آجکل دیدین تسبیحی دیجیتال هم مایم شروع میکردم این 100 دانه لعن را گفتور. ما رفتم سر کار فارغ میشدم، فرض کو برای لیفت میشیشتم از اینجا مثلا بالتا 12 منزل ما رفتم یک منیت یک 30 سکند وقت بلا شد باز میتر تا اذان ظهر رو مگه 100 لعن شد میخواندم. بعد از اذان ظهر سلام شروع میکردم 100 دانه سلام را. یعنی میرنگنیم تا مثلا 3 4 بجه روز یک دانه زیارت عاشورا ختم میشد. مگه بعض اوقات نگاه میکردم در طول یک روز 3 دانه زیارت عاشورا قد 100 لعن و 100 سلام شما میخواندم. یگو کس بگه خب آجاقا آدم بسیار بیکاری بودن. نه، اتفاقا خیلی آدم پرکار، خیلی آدم مصروف بیزی. تحقیق کنو برو اونجا درس بدی، اونجا برو درس بدی، از او کار کو دیگه کار کو. خیلی آدمی که
مصروف، اما از امزو وقتهای فالتویی که در روز ضایع میشه استفاده کنه. روزی مگه ما بعض اوقات 3 زیارت عاشورا قد 100 لعن و 100 سلامش میخواندم. حالا ما بایم بیشم بگم که نه نموشه. چطور از او شد؟ از ما چطور نموشه؟ چون او خاص شد، ما چون نمیخوایم نموشه. قصه تمام شد. داستان سرمزیه. اگر انسان بخواه مشه، قلب انسان اگر بخواه، شوق انسان اگر بخواه مشه. اتفاقا عزیزان گرامی شوق بسیار یک چیز قدرتمند، درس کردم فرمانده رفتار از موینه. قلب انسان، شوق انسان، یک منی قلب وقتی شوق ایگو چیز ایجاد شونه انسان میتنه. اتفاقا توانایی شرم پیدا مونه. همون رنگه که تازه گفتیم اگر بخواه رای شر پیدا مونی، اگر یک انسان ایگو چیز را بخواه توانایی شرم پیدا مونه. توانایی شرم پیدا مونه. مثلا شما چقدر جبل کنین از بعد دیگه دبل نمیتونین، یعنی چقدر میتونین یک سره یک دفعه دبل کنین. مثلا هر کدام شما مثلا یک دیستنس را در نظر خود دارین دیگه، درست شد یا نه؟ مثلا حالا بگین گو جوانا چقدر دبل کنین از بعد دیگه دبل نمیتونین. مثلا 5 ماشاءالله بسر کنان اتلیت هستن 5 کیلومتر دبل. خب 5 کیلومتر دیگه چقدر دبل کنین از بعد دیگه دبل نمیتونین، خسته میشین دیگه. 1 کیلومتر. خب اگر 100 دنبالشون دبل کنه چقدر دبل مونیم؟ از او بعدم 1 کیلومتر دبل مونیم. ختم. سگ اگر دنبال انسان بدوا و مورا پیچه کنه دبل کنه پشت سر از مو، امی آدمی که 1 کیلومتر دبل میتونیست تو خزو بعد یعنی می آدم 5 کیلومتر دبل نمو. با چی اتفاقی افتاد؟ این خمو پایایی بود که در نورمال روزا بود، نه دیگه، یه مو پای بود. چی اتفاقی برای ازی پای افتاد که در زمانه نورمال 1 کیلومتر بعد دیگه دبل نمیتونیست، حالی در 5 کیلومتر دبل منه. چی اتفاق افتاد؟ اتفاقی که افتاده یه که من وجود انسان یک شوق بسیار شدید در نام شوق به سلامتی، در نام شوق به نمیدانم آسایش و راحتی، من انسان به شدت تحریک شده که او شوق اجازت نمیده پای رست کنه. پای را مگه دبل کو، پایم جرأت نمیتونه گبی قلب را گوش نکنه. باباش قلب در او آرڈر میده، فرمانده بدن در او آرڈر میده، شوق به سلامتی در او آرڈر میده. تو باید بدوی مدوا که بنده خدا 5 کیلومتر دیدین. گو کس گو زندانی که زندان یک دفعه آزاد میشه تو تامونه، مثلا فرض کو از امزو زندانی بسیار وحشتناک ازی انسانهای وحشی که دمنی امریکا زندانی چی بود؟ گوانتانامو بی بود برخلمن. گوانتانامو زندان کی بود، چقدر وحشتناک، شدیدترین تارچرار اونجا مکدن بیچارگو انسانهای بیگناه. فرض کو زمزو زندان ایگو کس ایگو را یک دروازه واز ملاو شد امزونجی موقعی فرار ملاو شده باش. این امو آدمی که اگر شاید دزو حالت خسته اگر 100 قدمم دبل نمیتنیست، اما وقتی که فرار رایش ملاو میشه تو خود علمی آدم بعض اوقات شاید ازیل بی امریکا تا اولا بی امریکا دبل کنه. چرا؟ چی شد که ای عالم میتونه دبل کنه؟ به خاطر ازی که یک شوق در نام عشق به آزادی، عشق به رهایی، عشق به سلامتی منشی به شدت تحریک شده. پای را مگه دبل کو، پای جرأت نداره دبل نکنه. دبل منو، دبل منو. یک بنده خدای مو گفت یک روزی مورا یک گله سگ که دوست مو در پیچه کده بود مورا، مو دبل کردی، حالا نمیدونم چی شد در وسط راه یک دفعه سگا رفت دیگه مورا پیچه نموگد. اما او یک دنه دوست که قد از ما بود مگه او یک قدر دبل کرد، مگه 7 کیلومتر دبل مگد. هر چیز پشت صدام ده فلانی سگا رفت بس دیگه دبل نکو. اما نه گوش نموگد که نموگد. چرا؟ عشق به رهایی و عشق به سلامتی و عشق به آزادی چنان تحریک شده بود که بنده خدا مگه این اونمو آدمو که دیگر روزا به خدا مگه 100 متر دبل مگد از خطوف مومند بنده خدا. اما الله درو یقین کن مگه 6-7 کیلومتر قشنگ دوید مگه خستم نه رست هم نمگد که پس پشت خود کنه. نه یک سره خلاصه چپلیا زیر بغل دبل. خب چی موشه؟ چی اتفاقی افتاده؟ چون دل میخواه، شوق تحریک شده در من وجود انسان. اگر انسان بخواه میتونه عزیز من. اگر یک وقت بگه آجا ما میخوایم من نمیتونم، نه اشتباه مگی عزیز من، اشتباه. چون تو نمیخوایی امزو خاطر چی؟ نموش نداره واقع نموش. خیلی عزیزان گرامی نکته مهم این حال انسان بگه که واقعا روز یک زیارت عاشورا قد 100 لعن و 100 سلام شه میتونیم بخوانیم یا نمیتونیم بخوانیم؟ یعنی سوال خیلی سوال مهم.
یک انسانی اگر بچهشی حالتش خراب شونه دکتر بگه اگر امیالی دمنه دامنه امیر تو دا هسپیتال نرسندنی بچه تو از دست مور گاڑی هم نیه موترسایکل هم نیه اسم شاوه هیچ کنوینس نداره هیچ وسیله نداره باید ڈبل کنی تا هاسپیٹل امی بابا موگا که نه ما نمیتونم ڈبل کنم ما در زندگی 100 میتر لا ڈبل نکدم تا هاسپیٹل شاید 1 کیلومتر راه باشه امی بابا موگا نه چیکار منه یک سرت ڈبل منه چنان ڈبل منه تا هاسپیٹل را که اصلا نمفهمم چی رنگ ڈبل کدم چطور یک بابایی که 100 میتر ڈبل نمیتونست اما حالی 1 کیلومتر تا هاسپیٹل چنان ڈبل من که زباد اگر اش پرسان کنی تو خسته ای اصلا خستگی نمیشناسه زباد چرا؟ چون میخواه شوق بچه شوق و عشق به بچه و اولاد چنان دمنه وجود چه تحریک شده قلب آرڈر میده پای جرأت نداره که سرپیچی کنه توانایی پیدا نه انسان زوری بازو پیدا مونه مثل فیلمای اندیر توخ کن انتو توغ نکن خوب نیه مطلب حالا امو زمانه قدیم حالا تا که بود دیدین امو عجیب و غریب که بنده خدا را 180 دنه گولی خورده اونجا پریده بزازول مثلا فرض کو یا زنچی یا مادرش یا خوارش از اونجا که آواز فلانی یا که مرا کشت خلاصه گریفت مربوط دیدینی بنده خدا رفته بود تالی با خدا پیشی که 7 دنه جاندره مرده بود رفته او نمرده تابالی امی که یک صدا او بنده خدا مادرش یا نمیدون هر عزیزشی که صدا میزنه دیده که از عالم برزخ چی از خود جهنم برو بدر شده ما اور مور نجات میده پال موشه البته خود نه خود دروغه لیکن یک انسان که دقت کنه واقعیت هم داره و چی چیز باعث میشه که او دوباره برای سر زانو برای پای ایستاده میشه چی چیز این بدن خود رمقی نداشت حرکتی نداشت حالی چرا حرکت مونه به خاطر ازی که چون قلب میخواه دارو چون شوق پیدا شده چون علاقه پیدا شده تمایل داره چون تمایل داره بدن چاره‌ای نداره جزی که پیروی کنه اطاعت کنه چشم فرمانده قلب چون تو گفته باز ما انجام بدم چون میخواه امزو خاطر موشه نموگه در فارسی خواستن توانستن است همزین جیه دیگه اینمیه امام صادق سلام الله علیه فرمود سدیر آیا تو روزانه برای زیارت جدم ابی عبدالله الحسین موری آیا تو روزانه برای زیارت موری سدیر گفت نه ابن رسول الله ما نمورم روزانه برای زیارت امام حسین فرمود ما اجفعک للحسین چقدر تو ظالمی نسبت به حسین گفت هر هفته یک دفعه موری سدیر عرض کرد گفت نه ابن رسول الله هفته یک دفعه نمیتونم بود فرمود ما اجفعک للحسین چقدر تو ظالمی نسبت به حسین البته بعضی هم میگه چقدر تو دوری از حسین گفت سال یک دفعه موری گفت نه ابن رسول الله سال یک دفعه هم رفته نمیتونم گفت ما اجفعک للحسین چقدر تو ظالمی نسبت به حسین علیه السلام سدیر از او باید خواست صفایی پیش کنه که بخواست بگه که ابن رسول الله امام صادق اونقدر که شما خیال این آدم بد هستم اونقدر آدم بدی نیم یا امام صادق چرا؟ چون و این بیننا و بینه فراسخ کثیره بین جایی که ما زندگی نم تا کربلا فرسخها فاصله شما میگین روزانه برون برای زیارت چی نموشه ابن رسول الله سخته برای ازمه امام صادق سلام الله علیه فرمود سدیر هر وقت خواستی برای زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام برو بالای پشت بام خانه خو برای بام خانه خو بام خانه تو حرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام است برو برای بام خانه خو اول طرف راست نگاه کو از طرف چپ را نگاه کو از بعد روی خود طرف حرم امام حسین کده دو جمله بگی السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمت الله و برکاته ختم زیارت تو انجام گرفت تو میشی زائر ابی عبدالله و تمام ثوابای زیارت برای تو نوشته میشه حالا سوال روزی چند دفعه پای ما حرکت منمورم برای پشت بام روی خود طرف حرم امام حسین کدم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله روزی چند دفعه پای از ما گبی از مر گوش منموره برای بام امام صادق از بعد مزید آسان کرد گفت سدیر اگر پس بام خانه خو اگر موری مزایم همسایه ها اگر موشی سخت بد معلوم موشه برو گفته گو حیاتی گفت برو در قول اولی خانه تو جایی که چت نباشه زیر آسمان اونجا می کار رکنه روی خور طرف حرم ابی عبدالله که السلام بری
امام حسین را باید جای زیارت کنی که زیر آسمان باید باشه. روزی چند دفعه پایم حرکت منمی کار را مامور کنم، چند دفعه. اگر روزی یک دفعه پایم حرکت نمونه که کار را انجام بدم، خیلی باز ادعای عشق ابا عبدالله ندارم. خیلی مدعی نباش که ما عاشق ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام هستم. نه، عشقی که تو را در بالای پشت بام خانه تو برده نمیتونه عشق نیه. عشق نیه. ما عاشق نیم. شوق حسین ندارم در من دل خو کی بالای پشت بام خانه خو برم. حرم امام صادق مگه حرم جور مشه پشت بام خانه تو، غول اولی خانه تو. یک دنه سلام روزانه بدی ابو عبدالله را. طولانی زیارت نامه هم نیه، دو جمله خون شد را. چرا نموشه؟ چون عشق نیه. ریشه گناه